آیا با واقعیت فرزان اناز هنرمند جوان افغان خودکشی کرده است؟ فرزان اناز در کدام کشور زندگی می کند؟ دلیل دوری فرزان اناز از هنر موسیقی چی بوده است؟ گفتنی های تازه فرزان اناز در صفحات مجازیش. دوست پسر فرزان اناز چرا وی را رها کرد؟ اکنون وضعیت صحی فرزان اناز چگونه است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. فرزان اناز هنرمند جوان، چهره شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان. وی مدت 15 ساله می شود که در هنر موسیقی افغانستان قدم گذاشته است و آهنگ می سراید. فرزان اناز می خواست دختر سینما شود، اما وی نتوانست به این آرزویش برسد. هرچند فرزان اناز چندین فیلم هم با سلیم شاهین، یکی از فیلمسازان افغان، ساخته است. فرزان اناز به کشور پاکستان سفر کرد و چندین آهنگ سرود که آهنگهایش مورد حمایت گسترده افغانها قرار گرفت و این دختر خانم شهرت خوبی هم پیدا کرد. اما فرزان اناز بعد از آن که سفرهای داخلی خودش را انجام داد و به کشور هندوستان سفرهایی داشت و هنر موسیقی را ترک کرد و در آنجا به سینمای هندوستان را پیدا کرد. با پسران ایندی رابطه عاشقانه برقرار کرد. اما اکنون فرزان اناز در کشور دبی زندگی می کند. تازه تصاویرش در صفحات مجازی منتشر شد که وی در حالت بدحسی در شفاخانه بستری است. دلیل این که فرزان اناز چرا بستری است تا کنون معلوم نیست، اما کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرده است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای فرزان اناز با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این هنرمند خواهم بود. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان فرزان اناز به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید توسط کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.